IMDb، متاکریتیک یا راتن تومیتوز، کدومش بهتره؟ با من همراه باشید. حتما ما رو سابسکرایب کن و جمله رو بزن. درود بچه ها، اینجا یوتیوبی فیلمه و من داریوشم. خوبین؟ سلامتی؟ خوش میگذره؟ بچه ها، هر کدوم از این سایت هایی که گفته شد معیارهای خاصی واسه امتیازدهی به فیلم ها دارن. یکی نسبت به نظرات مردمه، یکی نسبت به نظرات منتقدینه و حالا اینکه نور، دکوپاژ، صحنه، فضاسازی و چیزهای مختلف. ولی چیزی که از فیلم ها ما آدمای معمولی دریافت میکنیم واقعا همینه، اینکه دکوپاژ چه شکلی بود یا فلان. اینکه فضاسازی و تصویرسازی چجوری انجام میشه تو دیدن فیلم تاثیر میذاره، ولی مهمترین قسمتش اینه که ما چی از فیلم دریافت میکنیم و فیلم چجوری توی ذهن ما میمونه. من دوست داشتم یه مرجعی رو ایجاد بکنیم با هم دیگه که فیلمایی که معنا دارن، فیلمایی که بعد از دیدنشون با قبل از دیدنشون یه فرقی داشته باشیم، فیلمایی که مثل کتاب میمونن، اینا رو با هم دیگه معرفی بکنیم. قصد از دیدن فیلم میتونه چیزای مختلف باشه، زمان گذروندن، بالاخره تفریح، یا اینکه فیلم خوب ببینی و چیزی ازش یاد بگیری. برای زمانایی که میخواین فیلم خوب ببینین و میخواین وقت تلف نکنید، میخواین یه فیلم باحال ببینین، یه چیزی ازش یاد بگیرید، اینجا یه لیستی رو با هم دیگه درست میکنیم از فیلم‌های باحال، فیلمایی که حرف واسه گفتن دارن و به کمک همدیگه اینا رو یه پلیلیست بسیار باحال درست میکنیم. همراه هم باشید و اگه دوست داشتید فیلمایی رو که دیدید توی کامنت ها واسم بنویسید تا اونا رو هم معرفی بکنیم. توی این کانال نمیخوایم زیاد فیلم ها رو تحلیل بکنیم یا داستان فیلم ها رو اسپویل بکنیم، میخوایم بیشتر معرفیشون بکنیم، یه پلیلیست باحال داشته باشیم. همراه هم باشین، حتما به کمکتون نیاز دارم. کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید. دوستتون دارم. خدافظ.